با مناسبت روز مطبوعات تاجیک سنه 11 مارت سال 2021 در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جمع آمدی با شکوه برگزار گردید. درباره نقش و مقام و رسالت واسطه های اخباری عامه در رشد جامعه معاون یکم رئیس شهر پنجکین محمد صادق سفرزاده معروضه کرد و همه کارمندان واسطه های اخباری عامه، سابقه داران و مردم دیار باستانی من را با مناسبت روز مطبوعات تاجیک صمیمانه شادباش گفت. محترم اهل کلام، حاضرین گرامی، از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شما حاضرین گرامی، کارمندان، سابقه داران و علاقمندان مطبوعات و صدای شما را با روز مطبوعات تاجیک صمیمانه تبریک می‌گویم. 109 سال مقدم در حیات فرهنگی ملت تاجیک رویداد مهم رخ داد که مقام و اعتبار آن تا به امروز پیوسته بالا می‌رود. 11 مارت سال 1912 اولین شماره روزنامه به زبان تاجیکی فارسی در آسیای میانه با نام بخارای شریف از چاپ درآمد. روزنامه در شهرک کاغان نزدیکی بخارا در مطبعه لیوی نام شخصی ثروتمند با الفبای عربی اساس هفته 6 مرتبه و بعدا 3 مرتبه چاپ می‌شد. روزنامه با سرمایه‌گذاری ثروتمندان نامی بخارا، شخصانی با معرفت میرزا محی‌الدین منصورov و ادیب و طبیب مشهور میرزا سراج صابر انتشار می‌یافت. استاد صدرالدین عینی، عبدالقادر محی‌الدین، میرزا جلال یوسف، میرزا غفار در چاپ روزنامه سهمی باصدا داشتند. در روزنامه شعر و مقاله‌های استاد صدرالدین عینی، پیرو، بهبودی، فکرت، سید رضا علیزاده، منظم، عبدالقادر محی‌الدین و دیگر معارف پروران بخارا انتشار می‌شدند. متاسفانه بخارای شریف همگی 153 شماره نشر شده، فعالیتش دویم ژانویه سال 1913 بسته شد و دیری نگذشته فرزندان بخارای شریف روزنامه‌های سمرقند، آینه، آواز تاجیک، شعله انقلاب و بسیار دیگر روزنامه و مجله‌ها روی چاپ آمدند. نخستین شماره روزنامه زرافشان که از پیروان و میراثبران بخارای شریف است، 1 مارت سال 1932 چاپ شده است. آن در پیشرفت ساحه‌های زندگی، سیاست، اقتصاد، رشد فرهنگ و معارف و غیره خدمت‌های باصدا کرده است. واقعاً این روز نه تنها عید کارمندان واسطه‌های اخبار عموم بلکه کل آنهای نیز میباشد و سخن و سخنوری ارج میگذارند. روزنامه و مجله مطالعه می‌نمایند، صدا را گوش می‌کنند و توسط آینه نیلگون از حادثه و واقعه‌های گوناگون مملکت و جهان باخبر می‌شوند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ملاقات با کارمندان واسطه‌های اخبار عامه دولتی بارها به نقش واسطه‌های چاپی و الکترونیک بهای بلند دادند. تأکید نمودند که روزنامه‌نگاران باید سپری با اعتماد حفظ منفعت‌های ملی، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، دستاوردهای استقلالیت کشوری عزیزمان هستند و برای انجام دادن این کار امکانات‌های کافی ذهنی و تکنیکی دارند. رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌آقای احمدزاده نیز نسبت واسطه‌های اخباری عموم روزنامه‌نگاران احترام خاصه دارند و همه ساله از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و زحمت روزنامه‌نگاران ارج گذاشته می‌شود. واقعاً استاد عینی برحق تحقیق کردند که روزنامه هر قوم و ملت زبان ایشان است و هر قوم و ملتی که روزنامه ندارد گویا زبان ندارد. در حقیقت نقش مطبوعات نشری و الکترونیک در تشکل افکار جامعه، سرجمعی و وحدت ملی، بالا بردن سطح معنوی و آگاهی بیشتری جامعه از رویداد و روندهای جمعیتی خیلی نظررس است. در اجرای این رسالت وسایط اخبار عمومی شهر از جمله روزنامه زرافشان چون نشریه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر
فروردین نشریه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکین صدا و سیمای محلی نقشی سزاوار می‌گذارد. روزنامه‌نگاران و کارمندان آنها در انعکاس رویدادها رفت اجرای دستور سفارش‌های رهبریت عالی کشور، نشان دادن مشکلات جای داشته و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر همکاری می‌نماید و برای این به آنها اظهار سپاس می‌نمایم. مهمتر از این، آنها در اجرای رسالت کسبی خویش انعکاس واقعی رویدادها، آگاهی بیشتری مردم، تربیت معنوی آنها، ارزش‌گذاری و ارزش‌های وطن‌دوستی و وطن‌پرستی صادق هستند. از فرصت مناسب استفاده نموده اظهار امید می‌کنیم که روزنامه‌نگاران رسالت خود را چون انعکاسگر حق‌بین و بی‌غرض رویداد و حادثه‌ها، روندهای جامعه، پیشنهاد راه‌های حل مشکلات موجوده را همیشه در مد نظر می‌دارند و در این کار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین آنها را همیشه دستگیری و پشتیبانی می‌نمایند. روزنامه‌نگاران و سابقه‌داران برومند ساحه مطبوعات همه هواداران واسطه‌های اخبار عموم را بار دیگر با روز مطبوعات تاجیک از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و شخصاً از نام رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده تبریک نموده برایتان تنی صحت و برای ایجادی آرزو می‌نمایم. سلامت و سربلند باشید. سپس در این جمع آمد باشکوه سرمحرر روزنامه زرافشان لقمان قربان، رئیس بخش پنجکینتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سردبیر نشریه فروردین کمیته حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تردیبای سالیزاده، ادیب و روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی، سابقه‌دار شریف اسمتی، کارمند مرکز تحقیقات ژورنالیستی جمهوری تاجیکستان، روزنامه‌نگار شناخته شاهین اولاق‌زاده و دیگران به سخن برآمده درباره روز مطبوعات تاجیک، مساعدت در پیشرفت فعالیت روزنامه‌نگاران و همزمان باز هم بلند برداشتن نقش و مقام واسطه‌های اخباری عامه در روزگار امروزه اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده اشتراکچیان این جمع آمدی با شکوه را به مناسبت روز مطبوعات تاجیک صمیمانه تبریک و تهنیت نمودند. همکاری اعتباری اساس‌گذار صلح و وحدت ملی کشور ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امام رحمان تعداد نشریه‌ها خصوصا روزنامه و مجلات اینقدر زیاد است که در یگان دور زمان در این سطح نبود. 5 شبکه تلویزیونی مرکزی در تاجیکستان در همه شهر و نواحی‌ها تشکیل کردن شبکه‌های شهری تلویزیون این دلیل همین غمخواری است. امروز در خود شهر پنجکین 2 شبکه تلویزیونی هست. یکی از شبکه‌های خیلی خوبی برای پنجکین شایان این رادیوی پنجکین است که با گمان من امروز 10 ساله شد. من کارمندان این شبکه رو رادیو شهری رو با این روزنامه‌ها تبدیل می‌کنم. در همین شرایط دشوار جهان زود تغییر یابنده وظیفه‌هایی که مقامات اجرایی دولتی شهر در نزد ما گذاشتند رهبریت عالی مملکت شخصا کشور معظم ملت برای واسطه‌های اخبار داشتن تا حد امکان انعکاس کرده شده است. نخست من از نام تشکیل شهری سازمان روزنامه‌نگاران همه همقلمان و همکسبان با روز مولود بخارای شریف که روز مطبوعات تاجیکستان است صمیمانه شادباش میگم و همه شما پیش از همه سلامتی و برای ایجادی آرزو میکنم. استاد برگرد درست گفتم که روزنامه زرافشان و دیگر روزنامه هایی که در پنجکین به نشر میرسند اینا همه میراثبران همون بخارای شریف هستند. خوشبختانه امروز با تلاش‌های روزنامه‌نگاران و هواداران مطبوعات در پنجکین
4 روزنامه به نشر میرسد، 2 استودیوی تلویزیون، رادیو، فضای اطلاعاتی، فضای معنوی جامعه، به همین ها امروز تصور کردن ما دشوار است و خوب است که در این بین صفت و سطح نشریه های ما از جانب همکسبان خوب پذیرفته شده است. هم در روزنامه درخشان مطالب خیلی جدی و خوب چاپ می شود، هم در دیگر نشریه ها. خوشبختانه سال گذشته ما توانستیم که بار اول در جمهوری در نزد نشریه چشمه بهشت برای نورسان، برای کودکان با نام بال پرواز یک نشریه تأسیس دهیم و این اقدام از جانب خوانندگان خردسال ما که شوق ایجاد کردن دارند خیلی خوب پذیرفته شد. همچنین نشریه سیما با صفت بسیار بلندی تلگرافی چاپ می شود، رنگه با کاغذ سفید. نشریه فروردین، نشریه کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و این چیزا گواهی آن است که ژورنالیستی که در پنجکین هست و عمل میکنه. من اینجا با اجازه شما 2 پیشنهاد را هم به اختیار شما و هم به اختیار مقامات اجرایی حاکم دولت شهر میگذارم. ما هر سال خاطرتون باشد یک آزمون ایجادی داشتیم با نام وادی زرنیسا. این سال با ثمرهای گوناگون این آزمون اعلام نشد، نظامنامه‌اش تهیه نشد و قراری رئیس شهر به تصویب نرسید. من خواهش میکنم که به خواهش من شما جانبداری کنید همین آزمون از امروز از سر گرفته شود و من باور دارم که رئیس محترم شهر عبدالخالق خالقزاده با روزنامه‌نگاران بسیار رابطه خوب دارد، این پیشنهاد را جانبداری میکنم. همچنین میسازد که ما یک آزمون گوییم یا که جایزه گوییم به نام یکی از روزنامه‌نگاران بسیار مشهوری عصر 20 آغاز عصر این روز هم هستم، استاد عاطفخان لطیفی، یک جایزه تشکیل کنیم و این جایزه هر سال در روز مطبوعات به یکی از روزنامه‌نگاران شایسته برای تهیه متریال‌های بسیار عالی‌جنابش که همه پذیرفته شدن اینا سپاریم. اگر شما جانبداری کنید اینا میتوانیم در نزد بخش شهری سازمان روزنامه‌نگاران تأسیس دهیم با مثلا پشتیبانش پیدا کرده و یا اگر که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر این فکر جانبداری کنن اینطور در این شکلشان تشکیل کردن ممکن است. من باور دارم که این پیشنهادها از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و شما همکاری عزیز جانبداری میشه. بار دیگر همتون با روز مطبوعات با عید کسبی ما شاد باش میگم. دوستان عزیز، شکر خداوند که این سال در پنجکین استاد سالیزاده 4 روزنامه گفتن، 5 روزنامه عمل میکنند. 5 روزنامه عمل میکند: زرافشان، فروردین، چشمه مهر، بال پرواز و صدا و سیما. 5 روزنامه ای که اینها برای منفعت پنجکین کار میکنند و محمد جان شکوری میگن که عزیزی من خراسان است اینجا سخن گفتن نه آسان است اینجا. این در پنجکین هم سخن گفتن آسان نیست، چون که پنجکین مرکزی تمدنی بعد از سمرقند و بخارا مرکزی تمدن است. خوشبختانه امروز به شهر ما رئیس اومدن که خیلی مدنیت بلند دارن، دانش بلند دارن با ادبیات و فرهنگ، چون محترم امامی رحمان که گفتن من نویسندگان و شاعران را دوست می‌دارم، یک شخصیتی اومد که مدنیت و شعر و شاعری را خیلی دوست می‌دارد. از این رو امروز صدای پنجکین 9 ساله شد. امروز 2 شبکه تلویزیونی در پنجکین عمل می‌کنند. همه روزنامه‌نگاران، همکسبان، دوستانم را در این روز مبارکباد میگویم. خدا شما را همه‌تون را حفظ کند و خیراندیش بزرگ میگوید. روزی فرح و روزی نشاط است امروز. روزی فرح و روزی نشاط است امروز. سبزترین روزی حیات است امروز. روزی قلم و قلمکش و ارج قلم. خوش باش که روزی مطبوعات است امروز. خوش باش که
داخل هستم و باید بگویم چقدر که صالح زاده یادآور شدن در همین روزهای بهاری روزنامه بخارای شریف به میان آمد. در اینجا چندین نفرانتون رو نامبر کردن و در اینجا روزنامه سمرقند رو نامبر کردن که سردبیر آن شادروان محمود خواجه بهبودی بود و بعدا ایشان در قریبی در تمام آسیای میانه اولین مجله را با نام آینه انتشار نمودند. در صحیفه اول همون مجله از بس که ایشان مفتی سمرقند بودند بنویسند که آن خوراکی که شخص نصرانی پخته است اگر بسم الله گفته خوره حلال است. برای همین چیز محمود خواجه بهبودی را ملاها کافر اعلام کردند، اما محمود خواجه بهبودی اثبات کردند که ایشان حق هستند و انا همین گونه انسان ها در روزنامه بخارای شریف کار کردند و از روی عدالت قلم می‌راندند. بهبودان نگفتند که سخندانان سخن در پرده گویند، درون پرده چون پرورده گویند. پرورده به دو معنی آمده است. یکی پیله که مور برای آنی که پیله آفرد میتند، دیگر قند پیچک که پروردهش میگویند و پزندهش 1700 مراتبه آرد فچ را به میخ میتند تا آنکه آن شیرین شود و سخن هم باید همین گونه شیرین گفته شود. و من بار دیگر همه شما را تبریک میکنم، ولی چنانه که اینجا گفتن که از چی باشد که آزمونی که معمول شده بود با نام وادی زرین 1 سال است که گم شد. دیگر این است که اینجا در مورد شبکه‌های اجتماعی گفتم و امروز بسیاری ها که از کوچه اون طرف هستند، از تنگوچه ژورنالیستی که نگذاشتن خود را ژورنالیست اعلام میکنند و در همین صحیفه های اجتماعی آنچنانی می نویسند که گویا اون صحیفه نه خانه باباشون باشه. وقتی که ژورنالیست اگر ژورنالیست باشه وقتی قلم میراند با اثباتش گوید، وقتی اثبات کردن نمیتواند بهترش ننویسد، چون که میدان از دلیل است. اگر دلیل باشد روی راست گوید و دیگران را گناهکار نکند. من گمان میکنم که وقتی که بخصوص دو سه تا همین صحیفه های اجتماعی پنجکن پیدا شده هر آنچه که هست در همون جا، حتی رکلامایی که در اونجا دخل نداره همون میمونه. من نمیدونم چرا اینطور است. خب سخن آزاد است، ولی سخنگویش و سخندانش باید که اگرچه آزاد گپ میزند در اساس دلیل گپ زند. سخن یعنی طبق کنستیتوسی اگر آزاد باشد این معنی آن ندارد که از عاقل هم گپ زنیم و از کوچه هم گپ زنیم. من اینجا اندک سخت گفتم، ولی به خاطر آنه که باید مردانه باشه. غرض کتی ننویسیم. با غرض نوشتن این معنی ژورنالیست بودن رو ندارد. ژورنالیست پیش از همه اول باید قلم داشته باشد، بعد علم. یعنی علم آن است که قلم میگوید، نه اینکه با غرض گوید، بلکه حقیقت انسانی را گوید، حقیقت حال را گوید و آن چی میدانیم و نمیدانیم نویسیم. این ژورنالیستیک نیست. با سالها خواندیم و مثل آنه که جامی گفته است که آنقدر خواندم که ندانستم که چی میخوانم و چی میدانم. از همین خاطر بار دیگر به تاسیس دهندگان این نشست اظهار مینت‌داری میکنیم و گمان داریم که من بعد از این خوبتر و بهتر میشود و آن پیشنهادهایی که جناب صالح زاده گفتم به این نوبت گرفته میشود و آزمونها برای باز هم رونق یافتن این جمعیت و زندگی تشکیل کرده میشود. سلام دوستان. هر سال 11 مارت یعنی از نشر اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف چون روز مطبوعات تاجیک قید کرده می شود. مطبوعات تاجیک از ابتدای فعالیت خود رسالت کسبی خود را ادا کرده برای جامعه زمان خود خدمت کرده است. مخصوصا در دوران شوروی
روزنامه‌نگاران از عهده رسالت خوب به خوبی برآمدند و در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان روزنامه‌های گوناگون، روزنامه‌های چه دولتی چه خصوصی، تعداد آنها خیلی افزود. بنابراین روزنامه‌نگاران نیز در قطار مردم زحمتکش تاجیک رسالت خود را ادا کرده در پیشرفت جامعه سهم می‌گذارند. روز مطبوعات تاجیک را برای همه روزنامه‌نگاران مبارکباد می‌گویم و در فعالیت هر روزه آنها برای کامیابی‌ها آرزومندم. من امروز شما را با روز مطبوعات از صمیم دل تبریک و مبارکباد می‌کنم. همه وقت جماعت ما تیم عثمان و مصطفی و زندگی ما آرام و آسایشته باشد و فعالیت روزنامه‌نگاران ادیبان همه وقت فعال باشد. درود به آن کسانی که برای نیک و احوالی مردم و زندگی ایشان توجه خاصه ظاهر کردند و یکایک از کمبودی و از نارسایی ها سر کرده تا به موفقیت ها و خوشی های روزگار یک توجه خاصه ظاهر کردند. ما آنها را امروز تبریک و مبارکباد میگوییم. دشوار است قلمدار بودن، یک معنی و یک نکته ها را بیان کردن، حتی در جاده های جنگ و در جاده های وزنین و در جاده های خیلی دشوار مشکل. روزنامه‌نگاران، آنهایی که قلم به دست گرفته یک توجه خاصه ظاهر کرده اند، یادشان بخیر. ما آنها را با نیکی یاد میکنیم. آنها برای ما، برای زندگی خوش امروز ما قلم به دست گرفته همه چیزها را، واقعه ها را، حوادث ها را به ما بیان کرده اند، ما را به راه راست هدایت کرده اند، ما را خبردار ساختند. و در همین وقت مناسب که امروز روز مطبوعات است، همه مطبوعاتیان را با این روز نکو و پیروز و فرخنده پیک همایون باد میگوییم. بگذار آنها همیشه صحت و سلامت باشند و قلمشان باز هم برا و غیرا گردد. سپس از طرف رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، گروهی از روزنامه‌نگاران، سابقه‌داران و آنهایی که در پیشرفت مطبوعات تاجیک سهمی ارزنده گذاشتند با سپاسنامه و تحفه‌های گوناگون قدردانی شدند. ما نیز همه کارمندان واسطه‌های اخباری عامه، سابقه‌داران و مردم پنجکین باستان را با مناسبت روز مطبوعات تاجیک صمیمانه تبریک و مبارکباد می‌نماییم. با اقدام رهبریت کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین، ملاقات نوبتی با روزنامه‌نگاران در عرفه روز مطبوعات تاجیک برگزار شد. رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده پس از شادباشی کارمندان واسطه‌های اخباری عامه پیرامون نقش و مقام واسطه‌های اخباری عامه در پیشرفت جامعه، از جمله انعکاس فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گزارش مفصل داد و همه اشتراکچیان این ملاقات را با مناسبت روز مطبوعات تاجیک صمیمانه شادباش نمود. سرآول همه شما را با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین خوش آمدید میگویم. چون انانه هر سال 11 مارس در جمهوری تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک در سطح بلند تجدید کرده می شود و این اقدام نیک در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نیز جاری است و امروز ما تصمیم گرفتیم که یک گروه روزنامه‌نگارانی برزیده شهر جاده پنجکین را در مهمانی خود قبول کنیم و با آنها یک صحبتی ادامه داشته باشیم.
امروز مطبوعات همقدم حیات و جزء خیلی مهم و جداناپذیر جامعه آزاد و دموکراتی ما بوده. با تامین فضای اطلاعاتی و شهروندان در انتخاب درست زندگی و دریافت حقیقت شرایط وسیع مهیا می‌سازد. باید گفت که مطبوعات با واسطه اخبار عامه و تشکل افکار جامعه تاثیر رسانده برای بهتر گردیدن تفکر ایدئولوژی دید اجتماعی اهمیت خاصه پیدا می‌کند. قابل ذکر خاص است که بعد از آوردن استقلالات دولتی در مطبوعات کشور از قبیل روزنامه و مجله، اگنتی اطلاعاتی، شبکه‌های تلویزیون و رادیو در شهر و بیرون از آن رایه سازنده، موادهای تحلیلی، برنامه‌های فرهنگی و فراغتی، صحیفه‌های مخصوص صحابی و دیگر طلب‌های جالبی را می‌بینیم که سزاوار پیروی کردن و آموختن هستند. برای خواننده مهم نیست که روزنامه‌نگار در کدام سمت مطبوعات دولتی یا مطبوعات مستقل فعالیت دارد. مهم آن است که چگونه موادهای جالب و خواندنی درج نموده مردم را به راه نیک هدایت می‌نماید. هر سال روز مطبوعات را در روز چاپ نخستین روزنامه تاجیکی بخاری شریف که امسال 109 ساله می‌شود تجلیل می‌نمایند. این جشن پاس داشتن روح دستاندرکاران بخاری شریف، ارج گذاشتن به تلاش‌های قلمکشان، احترام کردن مهنت امروزیان را افاده می‌کند. حالا در تاجیکستان بیش از 300 روزنامه مجله، ده‌ها شرکت‌های تلویزیون و رادیو فعالیت دارند. در پنجکین نیز نشریه‌های زرافشان از سال 1932 این جانب نشر می‌شود و در زمان استقلالیت دیگر نشریه‌ها فروردین، نشریه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در شهر پنجکین، چشمه میر نشریه شعبه معارف شهر، سیما نشریه جدیمی صدا و سیما، تلویزیون محلی سیما اوریون نور، رادیوی صدای پنجکین نشر و پخش می‌شوند و در فضای اطلاعاتی معنوی شهر جای و مقام خود را دارند. چون انانه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین هر سال عرفه روز مطبوعات با روزنامه‌نگاران ملاقات ادانه انجام می‌دهد. این جشن است که اهل قلم و روزنامه‌نگاران را در راه اجرای وظیفه‌های کسبیشان به هم می‌آورد. این جشن تنها با روزنامه‌نگاران مربوط نیست، بلکه به همه مردم تعلق می‌گیرد. زیرا رسانه‌ها برای مردم وجود دارند و درد مردم را می‌گویند. مردم در رسانه خود و روزگار خود را می‌بینند. قلمکشان و روزنامه‌نگاران برجسته کشور در بیشتر مصاحبه‌های خوش مطبوعات را چشم و گوش خلق و آینه زندگی می‌نامند. یعنی حادثه‌هایی که ما هر روز می‌بینیم، مردم می‌بیند و مشاهده می‌کند، اما چشم نازکبین روزنامه‌نگار کلاً دیگر است و هر حادثه و یا چاره‌بینی را ناوابسته در سمت فعالیت با نگاه خود در قالب‌های ژانرهای ژورنالیستیک مواد آماده نموده منظور خواننده و شنونده خویش می‌نماید که مطالعه کننده از مضمون و محتوا و جالبیت مواد نسبت مؤلف احترام و ارج می‌گذارد. امروز روزنامه‌نگاران و قلمکشان در شهر خیلی زیادند. از آن جمله امروز ما می‌توانیم نام استادان لقمان قربان، عباس همروزاده، یزدانقل مولانوف، سینه رستمداد، غیب‌الله محمدیف، شایم اولاخوزاده، خورشید فاضلوف، تردیبای سالیزاده، اسماعیل ظریفی، اسکندر حامیدوف و دیگران را با احترام نامبر نماییم. در بلند برداشتن دانش سیاسی و بهتر نمودن تفکر جامعه آنها نقش مؤثر دارند. مطبوعات تربیتگری معنوی مردم است که میتواند با یک سخن مردم را به راه نیک نموده، اینچنین به تحلیل عمیق نمودن وضع راهنمایی سازد. در این لحظه‌های بغایت مهم کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین فرارسی روز مطبوعات تاجیک را به کل قلمکشان، روزنامه‌نگاران مبارکباد نموده به هر یک شما قلم برو و ذکاوت بردوام را تمنا می‌نماید. بگذار همیشه قلمتان سبز و روزگارتان با فراغت باشد. هر یک مطلبی که با زحمت و تلاش بی‌اندازه آماده و منظور خوانندگان می‌نمایید، کل اعضایان و جانبداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر قدر نموده تلاش می‌نماید که همکاری را با شما خوب به راه مانده با نشر موادهای جالب توجه مردم را به راه نیک هدایت نماید. عید کسبی مبارک روزنامه‌نگاران عزیز. سپس در این ملاقات روزنامه‌نگاران از رسانه‌های خبری شهر پنجکین پیرامون فعالیت مطبوعات و نقش کارمندان این ساحه در پیشرفت جامعه سخن گفته
барои таваҷҷӯҳ ва баргузории чунин як мулоқоти муфид дар арафаи рӯзи матбуоти тоҷик ба роҳбарияти кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон арзи сипос намуданд. Дар хотимаи ин мулоқот ба рӯзноманигорон аз тарафи роҳбарияти кумиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.